بیل گیتس توی نسل ما یکی از موفق‌ترین و ثروتمندترین افراده. اما مهمتر از اون برای بهبود توی زندگی هیچ وقت از کارهای خیرخواهانه و سخاوتمندانه دریغ نکرده. اون به طور مرتب توی فهرست رتبه‌بندی ثروتمندترین افراد جهان قرار داره و یکی از کارآفرینان شناخته شده انقلاب کامپیوتر شخصیه. اون از نقش مدیرعامل شرکت مایکروسافت بازنشسته شده و به جای اون از طریق بنیاد بیل و ملیندا گیتس خودش رو به صورت تمام وقف انسان دوستی کرده. ولی همه این موفقیت‌ها چطور به دست اومده؟ توی مصاحبه با اون 10 درس یا بهتره بگیم 10 قانون برای موفقیت توی کار شغل مطرح شده که قراره براتون بگم. پس پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو تماشا کنین تا این 10 قانون رو مو به مو یاد بگیرید و بتونید توی زندگی خودتون پیاده کنید. فقط قبلش کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت انگلیسی بذارید و به کانال تلگراممون جوین شید. اونجا واسهتون کتاب صوتی میذاریم. 1. اهداف والا و بزرگ داشته باشید. تعداد خیلی کمی از مردم خبر دارن که موفقیت بزرگ مایکروسافت به دلیل دروغی بوده که بیل گیتس گفته. در سال 1975 بیل گیتس با شرکت کامپیوتری MTS قرارداد بست و به اونها گفت که اون یک مفسر بیسیک برای میکروکامپیوترهای اونها تولید کرده و اونها علاقه‌مند شدن که این نرم افزار رو ببینن، در صورتی که اونها هنوز در حال ساختن بودن. این موضوع باعث شد که بیل گیتس و آلن نرم افزار رو به سرعت توسعه بدن و به طوری که بتونن ظرف چند هفته اون رو ارائه بدن. به این ترتیب مایکروسافت تنها یک ماه بعد تأسیس شد و باعث شد که بیل گیتس حتی بیشتر از توانش کار عرضه کنه. این اولین درس از این دو فرد موفقه. 2. همیشه نگاه رو به جلو داشته باشید. بیل گیتس همیشه در کنار تمام تلاشی که به کار می‌بنده چشم اندازی به آینده داره و اینکه چگونه میتونه اون رو توسعه بده و بهتر کنه یکی از دلایل معروفیت مایکروسافت بوده که تونست سالهای سال رقباش رو از میدون به در کنه و با توجه به نگاه رو به جلوی خودش همیشه یک قدم از اونها جلوتر باشه و هر بار دنبال موفقیتی بزرگتر بود. حتی در سال 2008 که اون از مایکروسافت بازنشسته شد همچنان با آینده فکر می‌کرد. اون تمام تمرکزش رو روی تلاش‌های انسان دوستانه گذاشته و در حال حاضر بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأثیر مثبت و عظیمی رو در جهان گذاشته. 3. اجازه ندید که موفقیت حواس شما رو پرت کنه که از مسیر دور بشید. یکی از بزرگترین درس‌هایی که ما میتونیم از بیل گیتس یاد بگیریم توانایی اون در فراموش کردن شکست‌ها و پشت سر گذاشتن موفقیت. اون یک بار گفت که موفقیت یک معلم بسیار بدیه و آدم‌های باهوش رو فریب میده. اگرچه ما باید موفقیت‌های خودمون رو به یاد داشته باشیم، اما نباید اجازه بدیم تا باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب توی ما بشه. همچنین اون معتقد ما نباید الگوهای اولیه موفقیت رو نادیده بگیریم، اما اگه تمام تلاشمون رو صرف این موضوع کنیم که چرا این موفقیت رخ داده، ممکنه آمادگی خودمون رو برای رویارویی با چالش‌های آینده از دست بدیم. 4. قدر زمانی که دارید رو بدونید. بیل گیتس گفت مهم نیست که چقدر پول دارید، شما میتونید زمان بیشتری با اون پول برای خودتون بخرید. اون اهمیت استفاده درست و عاقلانه از زمان خودش رو در طول روز درک میکنه و کارهایی که بیشترین اهمیت رو دارن در اولویت قرار میده. اگه فکر میکنید که حضور توی جلسه‌ای برای اون لازم نیست، در اون شرکت نمیکنه. اون حتی زمانی رو برای ارتباط با نزدیکترین افراد به خودش حرف میکنه و حتی زمانی رو برای تعهدات مهم اختصاص میده. 5. کنترل کیفیت خیلی مهمه. همونطور که مایکروسافت رشد کرد، شروع به استخدام بیشتر و بیشتر برنامه‌نویسان کرد. بعد از اون گیتس نقش مدیرعامل رو به عهده گرفت، ولی به هیچ عنوان روی کیفیت کارش تأثیر نداشت. چشم انداز اون درباره مایکروسافت اینه که همیشه نرم افزار با کیفیت ارائه میده. 6. ایده های انقلابی که دارید باید نشون داده بشه، نه اینکه فقط عنوان بشه. در اوایل دهه 80 بیل گیتس و استیو با هم در سراسر کشور سفر کردن و سمیناری برگزار کردن در مورد اینکه چگونه واسطه‌های گرافیکی سیستم عامل آینده خواهند بود، اما هیچکس حرف اونها رو باور نکرد. نگرش اونها به سرعت در سال 1984 تغییر کرد، درست هنگامی که اپل و مکینتاش رو راه‌اندازی کرد.
این نخستین کامپیوتر تجاری موفق با استفاده از یک واسطه‌گر گرافیکی کاربر GUI بود. مایکروسافت تونست ویندوز 10 رو در سال 1985 درست 1 سال بعد از موفقیت مک ارائه بده. اگه شما نیز یک ایده انقلابی دارید نگران نباشید که توسط افراد دیگه درک نمیشه و توسعه اون رو همین حالا شروع کنید. 7. دیدگاه خودتون رو با تیمتون به اشتراک بذارید. همونطور که بیل گیتس سالها پیش از ظهور رابطه گرافیکی رو به پیشرفت دیده بود، قبل از جو بالا بردن اینترنت رو توسط یک اتصال دیال-آپ پیش بینی کرده بود. در سال 1995 گیتس قانع شد که اینترنت آینده مایکروسافت بود و اون مجبور شد که یک نامه خیلی طولانی به شرکتش بنویسه. اون نوشت اینترنت یک موج بسیار بزرگی که قوانین رو تغییر میده. این یک فرصت و همچنین یک چالش باور نکردنیه. من منتظر پاسخ شما هستم که چگونه میتونیم استراتژی رو بهبود ببخشیم تا رکورد موفقیتمون ادامه داشته باشه. 8. از مشتریان ناراضی یاد بگیرید. در طول سالها بیل گیتس یک تن از مشتریان خودش رو ناراضی ساخته بود. اما همونطور که مردم عاشق شکایت در مورد ویندوز هستن همچنان از اون استفاده میکنن. از سال 1990 سیستم عامل اصلی ویندوز جهانی شده. به طور قابل توجهی از آگوست 2011 82% بازار را پر کرده و در برداشته. دلیل اون ساده است. مایکروسافت همچنان به اظهار نظر مشتری پاسخ میده و محصولات خودش رو بهبود میبخشه. این نگرش با بیل گیتس شروع میشه که گفته بزرگترین منبع یادگیری شما مشتریان ناراضی است. 9. از موقعیت خودتون برای عقب نشینی استفاده کنید. رهبران قوی اهمیت موفقیت خودشون رو درک میکنن و از اون برای جلب کردن توجه کسانی که بیشتر به اون نیاز دارن استفاده میکنن. یک نمونه رو برای دیگران در موقعیت خود اونها تنظیم میکنن. با بیل و میلیندا گیتس پایه و اساس سرمایه‌گذاری بیش از 42 میلیارد دلاره. گیتس ها وقت خودشون رو برای کمک در سراسر جهان اختصاص دارن، به خصوص در مورد پایداری، تقویت آموزش و پرورش، سلامت عمومی و دسترسی به تکنولوژی مردم به صرفه که به اون علاقه‌مند است. 10. به طور گسترده مطالعه کنید. تماس با کتابفروشی بیل گیتس تردید بزرگه. گیتس بخش بزرگی از وبلاگ خودش رو به اون چه که در حال خوندن اختصاص میده. سال گذشته به بررسی توصیه خواندن کتاب در تابستان و لیست‌های پایان سال گذاشت. رهبران موفق اهمیت توجه به همه نوع دیدگاه رو دارن و درک میکنن که دلیل اون به خاطر حوزه وسیع مطالعات اونهاست. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم تماشا کنید. این ویدیو درباره زندگی نامه بیل گیتس